توی رنج قیمتی بین 30 تا 40 میلیون تومان بخریم یا نخریم. به چند دلیل ما نباید سراغ مدل های گرون قیمت بریم. چرا؟ این سری 8 بخریم مردد هستیم بین 60 تومن تا 100 تومن کدوم مدل رو برداریم. سری 8 بسیار متنوع هستن، بعضیاشون با منوی فارسی هم، بعضیاشون بدون منوی فارسی هم. کلاس 8 که نون حجیم ما بخوایم بپزیم از بخارش بخوایم استفاده کنیم یا غذاهای بخارپز استفاده بکنیم. شما اگه بخواید نون کلاسیک درست بکنی حتما باید از یک طبقه استفاده بکنی برای پخت انواع مواد غذایی که به بخار نیاز دارن. ظرفای مخصوص بخار قرار داده شده. توی دستگاه بخار معمولا از ریلای تلسکوپی استفاده نمی کنن چون که رطوبت ممکنه اون ریلو خراب بکنه. این دستگاه کلاس 8 5 طبقه هستن و لیتراژشون 71 لیتر هوای داغه. میتونه این دستگاه با ریل تلسکوپی باشه یا سنسور پخت یا تمیز کننده داخلی. میتونه اینا رو نداشته باشه برای شما پخت انجام بده. میتونه 8 برنامه باشه. اما همه دستگاه های کلاس آلمان پخت 4 بعدی رو دارن. ممکنه بعضی از مدل هاش گرمایش پایین به تنهایی نداشته باشه. تو خریدامون خیلی باید دقت کنیم. سری شیشه ترکیه، شیشه سجه داره تو این دستگاه داریم. منومون کامله. تمیز کننده دیواره های کناری رو داریم. 2 طبقه ریل تلسکوپی داریم که برای پختمون خیلی آسونه. با یک دست خیلی راحت میتونیم پختمون رو خارج یا داخل دستگاه بذاریم. 2 تا دونه دیس پخت 30x40 داخل این دستگاه داره. دستگاه سری 4 این دستگاه 1 طبقه ریل تلسکوپی داره. 2 تا دونه دیس 30x40 داره برای ما برای پخت انواع مواد غذایی، کیک و نونو. داخل این دستگاه چون وان 1 تیکه داره تمیز کردن خیلی آسونه، بهش میگن ایزی کلین. شیشه 2 جداره داره. این دستگاه هم مجدد 3 تا رنگ داره. نمای این دستگاه از 50 تا 275. دستور پختای خیلی خوبی هم داره. منوهاش کامله، یعنی گرمایش این دستگاه هم خیلی کامله. پیشنهاد میشه برای کافه ها و اونایی که میخوان توی خونه کسب درآمد کنن. نظر شما کدوم دستگاهه؟ همونو کامنت کنید.